از اونجایی که بچه‌ها تعطیل بودن و مدارس هم تعطیل بود، گفتیم که یه روزشو برداریم و با هم دیگه بریم یه تفریح خانوادگی. حالا کجا تصمیم گرفتیم بریم؟ بزرگترین استخر اروپا، پس بزن بریم. از شهر ما که استراسبورگ هست حدوداً 35 دقیقه رانندگی بود تا شهر روشت آلمان، اگه درست تلفظش کنم. خب چون که ما شهرمون کلا دم مرز هست، خیلی راحت میتونیم به آلمان رفت و اومد کنیم. خیلی ها پرسیدیم بچه ها که آیا ویزا میخواد، آیا نمیدونم کنترل میشه. نه اصلا، ما هر دفعه که رفتیم آلمان خیلی راحت از مرز رد شدیم. فقط چند تا ماشین پلیس وایسادن که خب به ماشینای مشکوک ایست میدن، ولی خب ما هیچ وقت مشکلی نداشتیم. خوبی این که بچه ها گفتم از قبل حتما رزرو کنین، اینی که استخر اونقدر شلوغ نبود، یعنی به یه تعداد معین مسافر اومده بود. غذاهای مجموعه فقط فست فود داشتن، همبرگر و چیزبرگر و ناگت و سیب زمینی سرخ کرده و یه سالاد بارم اون طرف بود که من دیدم و بستنی و اینجور چیزا. تنوع غذایش زیاد نبود و کیفیتش هم زیاد خوب نبود، من زیاد خوشم نیومد. Moi j'ai pas le droit, j'en ai envie mais j'ai pas le droit. Moi aussi. Tu veux? C'est pas bon pour toi aussi. Tu veux? On veut le goûter? Goûte ton boisson maman. Tu veux? که نیاز نبود هی کارت بانکی و نمیدونم سکه و کیف پول و اینا همراهمون باشه و واقعا دست و بالمون باز بود، مخصوصا با بچه کوچیک. من اینو خیلی خوشم اومد. خب بچه ها دیگه همتون میدونین که من عمل اسلیف کردم و کلا چیزی نمیتونم بخورم. تنها چیزی که من تونستم بخورم فکر کنم که 2 تا سیب زمینی بود به همراه 2 تا ناگت که زدم توی سس مایونز و خوردم که یکم از خشکیش کم بشه و یکم هم آب میوه از آب میوه رومئو و همین دیگه. بیشتر از این دیگه چیزی نتونستم بخورم و کاملا ته دل منو گرفت و حس گرسنگیم رو برطرف کرد. برای قسمت رستورانش بچه‌ها شما هم میتونین بیان با مایو بشینین. بعد از اینکه همین کارو کردن انجام داد که موشیکم بریم یکم پر شد، حوله بیاره برگشتیم به سمت بازی‌ها. بچه‌ها انقدر مجموعه نشه، البته دمای داخل مجموعه کردیم که تمام تفریحاتش بشه، تمام بازی‌هاش رو اگه که اینجوری که راحت‌تر هستیم امکانش هست باز میکنه که شما بریم و حوله بیاریم 21-22 شب بازه و ما سود مجموعه ازش رو نرفتیم. به قسمت ماساژش رو نرفتیم که ما قسمت سرسره‌های خیلی خیلی بزرگ و وحشتناک داشت که ما اون رو هم خب من و فیلیپ که اصلا دلش نداشتیم بریم و اونم وقت نکردیم که اصلا یه دور بزنیم. بچه در مورد جلیقه نجات هم اینی که تن روما هست، الان این آبی مال خود مجموعه هست که رایگان شما میتونین بردارین. سایزهای مختلفی داره، کوچیک و متوسط و بزرگ. البته من و فیلیپ براش بازم از این بادیا آورده بودیم که به بازو وصل میشه، ولی خب خودش دلش خواست که اینو بپوشه و خب واقعا هم خوب بود دیگه. اینجا عمق استخر 1.25 متر بود که خب رومو پاش به زمین نمیرسید هنوز، ولی خب واقعا رو آب بود و میتونست که با ما تفریح کنه.
danse. قسمت استخر بیرونی رو که دیدیم بچه‌ها، بعدش اومدیم داخل یک مجموعه دیگه. گفتم که انقدر بزرگ بود که شما اگه وقت کنی همشو بری واقعا شاهکار کردی. بچه این قسمت خیلی جالب بود. ببین شما میشینی داخلش و در واقع با یه دستگیره میچرخونی و به بقیه شلیک میکنی. آبش هم انقدر تیز سمت شما پرت میشه، یعنی چند بار پاشید توی چشم من، یعنی اصلا داشتم کور میشدم. ولی خب خیلی جالب بود. نوزادها و بچه های کوچیک حق ورود نداشتن. رومئو هم دیگه خانم خیلی لطف کرد، اجازه داد، گفت که چون که قدش بلنده تونست سوارش بشه. خیلی خوش گذشت این قسمتش رو. کلی خندیدیم و به بقیه آدم ها آب میپاشیدیم و اونا به ما آب میپاشیدن و واقعا این قسمتش خیلی خوش گذشت و به همون کیف داد. گوشیمو داده بودم به فیلیپ. تفلکی هم یه دستی داشت فیلم میگرفت، هم یه دستی بلانتین بغلش بود و آدم ها سمتش آب شلیک میکردن. زابی خیز شده بود بنده خدا. این قسمتش رو بچه من خیلی خوشم اومد، چون که واقعا دکورش عالی بود. مثل حالت انگار که داخل غار هستی. اون آخر همون پشت سر هم یه دونه صفحه نمایش خیلی بزرگ بود که توش پری دریایی رد میشد و از همه جالب‌تر اینجا هم بچه‌ها دوباره یه دونه حالت استخربار بود، ولی اینجا قسمت سرپوشیده بود که اینو ما وقت نکردیم بریم داخلش. فقط از بیرونش براتون فیلم گرفتم که اینجا هم برای خودش یه دونه دیجی جدا داشت که اینم خیلی موزیکای خفنی پخش میکرد و خیلی جالب بود که خب هیچکی نمیرقصید و
از شو پری دریایی ها بچه ها آقایون آتش باز اومدن، نمیدونم چی میگم بهشون، آتش باز، و اونام برای ما یه دونه شو اجرا کردن که اونام خیلی خفن بود و بچه ها کلی لذت بردن. اینجا بچه‌ها داشتن نگاه میکردن که ببینن از توی تماشاچیان کیا میتونن انتخاب کنن که باهاشون بیاد بالا و توی شو شرکت کنه. اول یه خانمه انتخاب کرد، خانم گفت نه من نمیخوام بیام. بعدش یه خانم دیگر رو انتخاب کرد که اون موافقت کرد و اومد روی سن که با آقایون شو اجرا کنه.